سلام دوستان خوبم. امیدوارم همتون خوب و سلامت هستید. دیروز یک دوست برایم قصه را فرستاد. میگوید جوان عاشق دختری بود. او را خواستگاری کرد. همه کارها درست شدند، اما وقتی که جشن ازدواج نزدیک شد، دختر برای این پسر یک شرطی گذاشت. گفت اکنون که بالای کار آمده، من باید یک چیزی رو بگویم. من به آن شرط راضیم با تو خانه دار شوم که در این روز جشن ازدواجمون که نزدیک است، نباید مادرت حضور پیدا کند. مادری تو باید این جشن نآید. جوان حیران شد، زیرا در این دنیا تنها او یک مادر را داشت و خلاص. او از دختر خواست به این کمی فرصت یا تا فکر کند درباره این پیشنهاد. جوان نزد استادش آمد. به استاد واقعه را بازگو کرد. گفت استاد، آن دختری که من میخواهم با او ازدواج کنم، آن دختری که من آینده خودم را در دستان او میبینم، او به من چنین شرطی گذاشته است. غیر از این من از آینده این مادرم، از گذشته این مادرم شرم می‌دارم. زیرا من هنوز 1 ساله بودم پدرم از دنیا رفت و این مادر برای اینکه زندگی را چرخاند خانه به خانه مردم میگشت و رختشویی میکرد، لباسهای مردم را میشست و در برابر آن به او یک مبلغ میدادند و به واسطه این مبلغ مادرم زندگی را میچرخاند و من را بزرگ کرد. این گذشته مادرم مرا خجالت زده میکند. من شرم میدارم. استاد گفت فهمیدم. برای اینکه پاسخت را گیری، برای اینکه من تو را راهنمایی کنم، یک شرطی دارم. امشب برو، یک صابون تازه را بگیر، دستان مادرت را تازه بشوی و صبح نزد من آی، من به تو راهنمایی میکنم. من تو را میگویم که چی کار کن. جوان تعجب کرد. این سؤال دختر با دستان مادری من چه ربطی دارد؟ من از استاد چی میخواهم؟ استاد به من چی پیشنهاد میدهد؟ ناگزیر آمد نزد مادر، صابون را گرفت و وقتی خواست دستان مادر را بشوید، اولین بار بود که از نزدیک دستان مادرش را دیده بود. زیرا دستان مادر از شدت اینکه او همیشه دستان را در آب سرد میزد و لباس میشست، دیگر پاره پاره شده بودند و هر بار جوان میخواست صابون زده دستان مادرش را مشت کند، خون از آن زخم ها جاری میشد. مادر آه ناله میکرد. جوان دیگر طاقت نکرد. او تازه فهمیده بود که مادر چه رنج های را کشیده است. او منتظر صبح نماند. بلا فاصله آمد نزد استاد. گفت استاد، مرا ببخش. سپاس، تشکر که راهی درست را برای من نشان دادی. من تازه فهمیدم که مادر من چی زحمت‌هایی برای من کشیده است. من به خاطر آینده خودم نمیخواهم امروز مادرم را رها کنم، زیرا این مادر بود که آینده خودش را برای جوانی من تباه کرد. برای اینکه مرا بزرگ کند خود را به این کارهای طاقت فرسا زد و جوانیش را به هدر داد. جوان دیگر خطاگی خودش را فهمید. دوستان، واقعا پدر و مادر هستند که حیات خودشان را، دوره بهترین زندگی خودشان را، جوانیشان را قربان ما میکنند برای اینکه ما کسی باشیم، برای اینکه ما توانیم در جامعه جای خود را پیدا کنیم. آیا میسزد ما برای اندک چیزی دل آنها را رنجانیم، یا که برای چیزهای گذرا از آنها بگذریم؟ نه، هیچ وقت. به خدا که هیچ کس جای پدر مادر را گرفته نمیتواند. کوشش کنیم قدر این دو نعمت را دانیم. از خداوند طلب کنیم به ما توفیق خدمت کردن به این دو قبلگاهی، به این دو نفری که گرانترین چیز در حیات ما هستند رسیده باشیم. تا قصه های نوبتی، خدا یار و مددگارتان دوستان. خیر.